الان صدا من میاد؟ اگه صدا میاد بگین که صحبت کنیم. میکروفون عوض کردم. یه فوش داری میدی صدا نیست. الان صدا میاد؟ خوب خوبه خدا شکر. کی بود گفتش تو انگار داری فوش میدی؟ آجی دمت گرم. نگاه اینطوری فالوورا اینطوری با هم رفیقیم خوشم میاد. ماشاءالله همه شاد سرزنده. دیگه داره فوش میدی. عجب. چه خبر؟ همه چی رو برای ردیفین؟ همه چی باب میل هست؟ همه چی ردیف پیش میره؟ واسه ما که اینجا نه، اینجا این مقدار درگیر ویروس و سرماخوردگی و خلاصه سرم و این چیزاییم دیگه. اینقدر سرم زدیم این چیز این چند وقته دیگه، فقط رگ پامون مونده دیگه. به پامونم بزنم دیگه. آقای روزبه سلامت باشی داداش، سلامت باشی. عرضم به خدمت شما که یه سری صحبت ها کنیم با هم دیگه، یه هم حرف بزنیم. با این دلار خیلی شادیم. عرضم به خدمت که با دلاری که ما داریم میبینیم هیچ کی شاد نیست، میدونم. داو جونز من عرضم به خدمتت که معامله نمیکنم فعلا. میدونی چرا؟ چون الان داو جونز به خاطر سیاستایی که ترامپ آورده اصلا میبینی چه ریزشی پیدا کرده. اما بازارهای جهانی فعلا همینطوری هستن و درگیرن دیگه. میدونی چی میگم؟ خیلی بالا پایین داره داو جونز، واسه همین فعلا معامله انجام نمیدم. چیزی حدود ببین 1200 پیپ گرفتم خب تا به اینجا و دیگه بیشتر از اون معامله کردنم اوورترید. خودتون میدونید نگاه هممون دیگه خلاصه توی این مارکت اومدیم و یه سری تجربیات رو به دست آوردیم تا به امروز. اینی که این اوورتریده تو هر چقدر حرفه‌ای باشی معامله بخوای انجام بدی تاش دوباره تو رو دام میکنه. هی تو دوست داری معامله کنی دیگه، بعد میبینی حرکت جذابه، چقدر خوشگل داره حرکت میکنه، یکم معامله انجام، یه دونه معامله بیشتر انجام نمیدم که بزن یه دونه معامله رو انجام بدم دیگه، بالا میام بیرون. حالا سود گرفتم نگرفتم دیگه. اونجاست که تو یو میری واسه خودت دیگه، تمام زحمتایی که تا به امروز کشیدی یو میره واسه خودش. خب پس بهتره که فعلا معامله انجام ندی تا ببینید که مثلا یه مقدار بازار نرم‌تر بشه. الان روی چارت هست دیگه، میبینی که یو میره بالا بعد یو میاد پایین. پایین خوب نیست. الان کسی که بخواد ترید کنه اینجای داستان بیاد گیر کنه تکلیفش روشن میشه چه اتفاقی میخواد واسش بیفته دیگه. بدون شک طرف میره به سمتی که منفی بشه و کال مارجین بشه. این موضوعات من بارها راجع بهش توضیح دادم. این که شما آقا اگه بخوای معامله انجام بدی باید یه سری چیزا هم داشته باشی، پالیسی ها داشته باشی دیگه، بنویسی برای خودت که آقا من این موارد رو باید رعایت کنم. خب این موارد رو باید رعایت کنم تو تریدر بشم. خب اوکی دیگه، معامله نکن. اونقدر هم نمیخواد 5% 10% در آوردی نوش جونت دیگه، بس دیگه. میخوای چیکار کنی؟ همیشه هم بهتون گفتم 5% 8% به دست بیارید اما بمونید توی مارکت. 5 سال 6 سال بمونید. همینجور پشت سر هم دیگه معامله انجام ندید که مثلا اوور ترید کنید و سودای عجیب غریب به دست بیارید، به درد نمیخوره. سرمایه‌گذار ازت فراری میشه. سودای منطقی به دست بیار، هم بهت پول میدن، سرمایه بهت میدن. اینی که موردی که بود بهتون میگفتم. عرضم به خدمتتون که راجع به شخصی هم نظر ندارم. چیزی که همیشه توی زمان مشخص میشه. می‌بینید ما مردم ایران یه مقدار احساساتی هستیم، اما تو گذر زمان مشخص میشه چه شخصی داره راست میگه، چه شخصی داره دروغ میگه. بیشتر میگم به پکیج فروشا اعتماد نکنید قربونت برم. من حسین کمانگری اگه خواستم به شما پکیج بفروشم آقا به من اعتماد نکن. آقا پولت زیاده، برو به دست 4 کسی که مثلا می‌بینی گشنه‌ام، برو به اونا پول بده. چرا می‌خوای به من بیای؟ من که می‌خوام به پکیج بفروشم واسه چی می‌خوای بیای به من پول بدی؟ میگیری چی میگم؟ الانم می‌بینی کم کار شدم دیگه، استوری می‌ذارم به خاطر اون دوره است. اون دوره‌ای که مد نظرمه بیارم بالا، یه دوره خوشگل. خب یه دوره خوشگل میارم بالا که تا سالیان سال هر کسی که بخواد بیاد تو بازار فارکس یومین یاد حسین کمانگری میفته، صدا حسین کمانگری میاد. همه چیزو من تو این دوره میخوام بهتون بگم، از فاندامنتال گرفته، جزئیات ترید گرفته، دیتیلایی که بهتون میخوام بدم، این که مثلا شما چه مواقعی باید وارد مارکت بشید، سوقتون بدم سمت اینکه برید که و جذب سرمایه انجام بدید. یعنی بیس کارو براتون میارم. خب میخوام تیم خودم بهتون گفتم تشکیل بدم، با همونم میریم جلو دیگه. خیلی هم میتونه بهتون کمک کنه. و عرضم به خدمت شما در مورد حساب پم هم که می‌خواستم براتون توضیح بدم. حساب پم فعلا کاراش نهایی شده. خب و خیلی از بچه‌ها اومدن توی واچ لیست خود حساب پم
و حالا منم اضافه میشم بدون شک، اما الان نه، به وقتش که بیاد بالا لانچ بشه منم حسابم رو بس میکنم به حساب پمپ که حالا مایل بودید بیایید و حسابتون رو بس کنید. این مواردی بود که باید خدمتتون میگفتم. یه سری دردسرا داره خب تو هر کاری که میخوای بیای، مثل بازار فارکس هم دردسرا خودش داره، نمیتونی ازش فرار کنی. اینکه بپذیریش خیلی خوبه، اینکه بتونی باش کنار بیای خیلی خوبه. خب الان هم من یه حرف خیلی خوشگلی میزنه الکس هورموزی، اینو بگم بریم سر وقت ترید و این موارد. الکس هورموزی حرف قشنگی میزنه، میگه شما توی لولی هستید، خب میخواید پیشرفت کنید، با رفیقای قبلیتون دیگه نمیتونید بچرخید. چرا؟ چون پیشرفت کردید در نظر ذهنیت، اجتماعی، درآمد، و میخواید به اون اشخاصی که اون بالا هستن و مد نظرتونه برسید، اما این فاصله خب خیلی مونده تا به اونجا برسید. این فیما بینش تنهاییه. تو بازار فارکس هم براتون اتفاق میفته، اونجا تنهایی. خیلیامون نمیتونیم تحمل کنیم، دوباره میایم پایین، دوباره برمیگردیم پایین پیش همون رفیقامون، همونجا برمیگردیم. اما خیلی‌ها میتونن اون تنهایی رو با خودشون پر کنن، با خودشون پر میکنن و امید دارن و ایمان دارن به بیزینسشون، به شغلشون، به علاقه‌ای که به فارکس دارن، به هر شغلی که مد نظرشونه، اون تنهایی رو با خودشون پر میکنن و دوباره آب میشن، دوباره میرن بالا میرسن به اون اشخاصی که مد نظرشونه و با اونا زندگی میکنن و همیشه از این که تونستن و پای خواستشون موندن لذت میبرن. میگین چی میگم؟ این اتفاق برای شما میفته. تنهایی و اینا رو داشت برای همه است. فکر نکن الان فقط حسین کمانگری یا مثلا ایکس نامی هست که به تنهایی رسیده، نه، همه این اتفاق براشون میفته، اصلا شک نکن. اون تنهایی رو بتونی هندل کنی تموم کار. عرضم به خدمت شما لایو از بعد اعلام میکنم. چشم، این یه لایو دلی بود، گفتم باهاتون یه صحبت کنیم، خیلی وقت هم دیگه ندیدیم حقیقتش بخوام. این دوره دارم تشکیل میدم، فشار روانی اومده، چشامو میبینی گود شده. صبح ساعت 5:30 صبح بلند شو بیا مثلا دوره رو یادداشت کن، چون من پکیج فروش که نیستم که. من برای دوره قبلی هم خیلی سختی کشیدم تا بیام خودم آمادهش کنم. میگی چی میگن سرفصلا رو بنویسم و ایکس کنم ایگری کنم، خیلی واسه من سخت بود. اما اومدم چهار کردم، گفتم آقا من بیام انجامش بدم، یه دوره تشکیل بدم که بمونه به سالها. واسه همین دارم تایم میذارم دیگه، وقت استوری گذاشتن و این چیزا رو هم ندارم. میگه چی میگم؟ و این مقدار زمان بر شد. اصلا گروه رو از هفته بعد میزنم. گروه رو آقای رامین، چه اسم قشنگی هم داری رامین، گروه رو از هفته بعد میزنم که اونجا کسایی که جدی هستن بیان، بهشون یه ذهنیت درستی بدم که بتونن به سمت تریدر شدن بیان. دیگه رایگانم، از پولی هم نیست. اونجا بیایم ما ببینیم از دل این بچه‌ها میتونیم که بکشیم بیرون افراد رو، اونایی که علاقه دارن به بازار فارکس، اونایی که عشق بازار فارکس دارن یا نه. این خیلی موضوع مهمیه، چون خیلی اصلا برای وقت گذروندن و تایم گذروندن و این چیزا میان، اونا که ما باشون کاری نداریم که. دل بدی، دل به کار بدی، همه چی رو وسط میچینم، همه چی رو. تو فقط دل به کار بده، من بقیه‌ت رو میگم چی کار کنی. تو نیاز به این نداری بیای تو معاملاتت نمیدونم روزی 200 پیپ بگیری، 100 پیپ بگیری، بعد نگیری خودت اذیت کنی، حساب بخوری چرا من حساب خوردم. بابا اینا همه هست، این اصلا بیس بازاره، تو چرا نمیخوای اینو قبول کنی؟ نه من تریدرم باید حتما همه معاملاتم در طول روز با سود بسته بشه. کی گفته اینو؟ دوره بنده خدایی رو ما خریده بودیم، یادمه دیگه، تو دورش برمیگشت میگفت که شما روزی 2% بگیرین نوش جونتون، اگه کمتر بگیرید تریدر نیستی. من خیلی دوستم اون من یه بار تو این دوره دیس کنم حضرت عباسی. چی به خورد ما میداد؟ بعد ما می اومدیم مثلا یه معامله انجام میدیم 2% در طول روز روش حساب نداریم، خودخوری، حالا خره بیار باقالی رو بار کن، از صبح تا شب پای سیستم میشستیم چرا من 2% نگرفتم. اینا همه رو برای بریزید دور. خب کاری که من بهتون میگم رو انجام بدید. در طول ما 500 پیپ تموم شد رفت برادر من، درادون پایین. حالا بهت میگم اونجا مثلا چطوری تارگت های 300 پیپ و 400 پیپ بگیرم، همونطوری که داخل کانال عمومی بهتون نشون دادم. خب بهتون نشون دادم آقا 400 پیپ با داو جونزی که این همه حرکت روزانه داره گرفتنش اونقدر سخت نیست. تل حساب کنی میتونی سودای خوبی بگیری. تا به کی قراره که این ذهنیت اجتماعمون ما به خودمون پیش ببریم؟ خسته نمیشیم ما واقعا؟ ما بازار جامعه ترید ایران خسته نشد از این همه خزعبلات و چرت و پرتایی که تو سوشال مدیا شنید؟ خسته نشدین واقعا؟ تا به کی ما باید قرار از دست این پکیج فروشا بکشیم؟ تا کی؟ یعنی هیچ راه استاپی نداره؟ یعنی ما نتونستیم صدامون رو به شما برسونیم آقا دست بردارید از اینا، بیاید رایگان یاد بگیرید، بیا یاد بگیر رایگان، ببینی باب میلت نیست برو، میبینی این بازار به دردت نمیخوره برو، ول کن دیگه. از این که دیگه راحت‌تر نمیشه آدم صحبت کنی که.
میگیری چی میگم دیگه؟ از این ساده تر شما بیاید با معاملاتتون نمیدونم الکی بخواید 10% رشد حساب چی بدی آقا، 5% 8% بگیر نوش جونت. چش واکنی یومینی $1,000,000 زیر دستت داری معامله انجام میدی. بعد تو با $1,000,000 دیگه لازم نداری که بیای نمیدونم ریسک عجیب غریب کنی که هر چی ما میکشیم از سرمایه پایین میکشیم. میگیری چی میگم؟ این حسابای پراب هم که پدر ما رو در آوردن. حساب پراب میریم مثلا ما دیدیم دیگه طرف میره پول میده انقدر برات شرط میذارن، ترکمنچای انقدر شرط نذاشته ازت عباسی. شرط میذاره اگه مثلا اینقدر درآمد بذاریم ازت میگیریم، یه جوری میچینن برات که تو هر کاری بکنی پول ازت بگیرن. ما دقیقاً طرف مقابل پراب، طرف مقابل پراب به شما سرمایه میدیم، یه بازی بردیه بهتون سرمایه میدیم آقا تو خودت کنترل کن، معامله انجام بده، نوش جونت، زندگی تو تغییر بده. اما کاری که خودم دارم انجام میدم. ببین همه با هم دیگه سفره پهن لذتشو ببریم دیگه. انقدر ما به خورد ما دادن این خزعبلات و اراجیفو نمیتونیم چیزای حقیقت رو ببینیم، چشامون اصلا بازه، گوشامون نمیشنوه. میگه چی میگم؟ بیا میگه که سرمایه کو $1,000,000 کو. خب تو استیتمنت داری به ما دادی که ما به تو سرمایه بدیم؟ اگر قرار بر این باشه که کسی بیاد بگه من استیتمنت دارم بفرمایید، ما یه بنده خدایی با یکی هم نه 100 نفر استیتمنت ما نشون میده 100% اصلا کل سرمایه از بین رفته، اونم رو دمو، بعد میگه خب ما به شما نشون دادیم شما چرا به ما سرمایه نمیدی؟ اگه راست میگی برادر استیتمنت بساز. الان ما به خیلی داریم سرمایه میدیم، تو بوقوکرنا که نمیتونیم بکنیم که. اما دارن میبینن تو حساب پم بری باز کنید معاملاتشون رو میبینید، سرمایه ها رو میاد دستشون معامله انجام میدن لذتشون میبرن. شما استیتمنت بساز ما نوکرتم هستیم، میگیم سرمایه به ما نمیدیم. این چه طرز فکریه؟ به قرآن الکی خودتون رو نکنید، با این حرفا گول نزنید. استیتمنت درست کردن کار سختی نیست، راحت معامله میتونی انجام بدی، راحت میتونی زندگی خودت تغییر بدی. حالا اونایی که اهل دلن میان پیش میرن، اونایی هم که نه فقط دنبال بهونه و نمیدونم این چیزا، و تکلیفشون روشن نمیشه کارشون کرد. باشون نمیشه رقابت کنی. آقا بگی که آقا بیا حتما تو این کارو انجام بده و سرمایه جذب کن. سختتون خب خیلی خوب، این همه همکار داریم تو زمینه‌ها، بری با اونو کار کن. کاری نداره که. میگی چی میگم؟ این موارده. برای تشخیص لول هم میگه مشکل داری، خب رفع اشکال بعد دوره یه تیم رفع اشکال هم هست. شما رفع اشکال هم براتون انجام میدیم که شما بیاید اونجا معاملاتتون بعد دیگه کم کم همه چی باید براتون آماده بشه دیگه. دوره هست، استراتژی هست، رفع اشکال هست، بعد شما رو پیش میبریم مثلا به جذب سرمایه. حالا اون چند نفر رو میخوام پیدا کنم. میگی چی میگم؟ اون چند نفری که تریدرن، واقعا چند نفری که واقعا علاقه دارن به اینکه معامله گر بشن، اونا رو من پیدا کنم. از کسی هم نه پول گرفتیم تو این چند وقته، اصلا چند وقته چیزا از اولش هم نگرفتیم، نه درخواست پولی داشتیم، نه گفتیم آقا بیا پول بده به ما. گفتیم کسایی که آقا استعداد دارین، سرمایه گذار وجود داره، بفرمایید بیاید معامله انجام بدید. به ما گفتن تو اگه معامله انجام میدی چرا لایف ترید میذاری؟ ما لایف ترید هم دیگه نذاشتیم، گفتیم آقا اینم از این لایف ترید هم نمیذاریم دیگه. اگه بخوای هر چیزی رو یه بهونه ازش پیدا کنی که دیگه تمومه دیگه حرفی نمیمونه. قربون برم. برای کسی الان 125 نفر تو این لایو، کسایی که واقعا تریدرین، علاقه دارین، یه استیتمنت بساز. تو هر بروکری هست یه استیتمنت من بده، من میام تو جلسه باهات صحبت میکنم، باهات حرف میزنم، بعد تو متوجه میشی او داستان چه قراره، من چقدر راحت میتونستم زندگی کنم تا الان داشتم چیکار میکردم. میگیری چی میگم؟ شما این یه کوهیه دیگه، بازار مالی، شما اصلا پایینش رو نمیبینید، اون رأس رو میبینید. اون پایینش کوه یخی وجود داره که ما داریم میگیم آقا بیا بفهم ازش استفاده کن. ما داریم میگیم این راهکارش دیگه، نمیشه چیزی گفت. میگه چی میگم؟ نکن آقای زرابی، نکن یه سوال خوشگل، میگه که ریل قبوله. نکن ریل تو یه حساب $250 $250 یه استیتمنت 3 ماهه بساز. 3 ماه اولی سرمایه که دستت میاد 50,000 تا. میگه چی میگم؟ دارم تاشو دارم بهت میگم. چرا؟ چون ما میبینیم آقا این بنده خدا $250 تونسته رشد بده، درآمدش پایینه. خب پس میشونه حالا باش میدیم ببینیم چیکار میتونه بکنه. بعد 50,000 تا هم بهت مثلا چطوریه لیمیت داره دیگه، میگه 20% درآمد خورد سرمایه ازت گرفته میشه، هیچ پولی هم قرار نیست برای این موضوع بدی. این اولشه دیگه، از این راحت‌تر که دیگه نمیشه توضیح داد. میگی چی میگم؟ به همین راحتیه شما میتونید که این کارا رو پیش ببرید برید جلو. $250 دیگه، $250 فکر کنم که هممون بتونیم که داشته باشیمش، یعنی $250 هممون داریم. اینطوری پیش بریم و اینطوری این کار رو انجام بدیم.
و بذار من کامنت ها رو آف کنم، یه سری صحبت ها انجام بدیم، بعد آخرش دوباره با هم صحبت میکنیم. موردی که هست نکنید شما اگر بخواید که روی حساب $1000 معامله انجام بدید، از این مواردی که بهتون میگن نمیدونم بیاید سودای 30% 40% کلا بریز دور. $1000 بخواد هر چقدر رشد بدی، اگه 20% هم رشد بدی، به خودت فشار بیاری 20% رشد بدی، 2000 پیپ بگیری، میشه $200. الان $200 میخواد چیکار کنی؟ با 20 میلیون میخواد چیکار کنی؟ اصلا چی میشه خرید؟ چند وقت بعد کار کنی که مثلا بتونی یه ساعت خوب بخری، نمیدونم یه غذای خوب بخری، یه چند تا وسیله برای خونت بخری، یه مبل بخوای اضافه کنی، یه تلویزیون بخوای اضافه کنی. چقدر؟ حالا همونو برو رو حساب $100,000 حساب. چرا برید 20%، 8%؟ چرا انقدر خودت ببری بالا؟ 20%، 8%. حساب پم که بیاد بالا متوجه میشین دیگه. یعنی طرف سرمایه‌اش مثلا $1,800,000 دستشه. فکر می‌کنی سرمایه‌گذار تو ایران کمه؟ نیست، وجود نداره. اینقدر هست که اصلا نمیتونی سرتو بخورونی. اصلا دنبال همین چیزا هم هستن که بیان یک نفر رو پیدا کنن، یه سرمایه‌ای بدن و بهش میگن آقا تو این درصد هم مال من، معامله انجام بده. دیگه چی از این بهتر؟ چی می‌خواید دیگه از این بهتر؟ متوجه این حساب پم. راجع به جذب سرمایه اینقدر صحبت کردم که دیگه به خدا سر خودم درد گرفت. خیلی‌ها میگن که ما تریدریم، ما استیتمنت میسازیم، ما میتونیم، ما قویم، اما تو عمل که میشه هیچ. البته میگیم تو استیتمنت داری، خب کو؟ میگه که آقا من استیتمنتم میخوام بسازم، خب بساز، بعد اون پیش میره، اوکی پرفکت. ما خیلی ها داشتیم، اون که تو بلوچستانه که من دیدمش اصلا عجیب و غریبه، یه چیز فوق العاده ای. نوش جونش، الان $15,000 معامله انجام میده، نوش جونش. بعد بهش میگیم خب استیتمنت داری؟ تو این حرف میزنی؟ میگه نه من استیتمنت ندارم، اگر شما پول میخواین بدین بعد همین الان من بدین. من نمیفهمم تو سر اینا گچ سیمان آهک یه فضای خالیه، این چه حرفی خودتون میزنی برادر من؟ یعنی ما داریم خدمات رایگان هم به شما میدم، باز شما مثلا یه انقلتی هم میاری؟ اصلا کجای داستان؟ به خدا اگه اصلا آدم شاخ در میاره. شما طرف میرید توی پیجای دیگه تا پول نگیرن بهت سلام نمیکنن، بعد اینجا اینطوری چیه دلیلش؟ والا ما هم نفهمیدیم به خدا، چون صادقیم هم بشی رایگانه شاید مثلا به این صورت. چیزی که مهمه توی بازار مالی دوستان، شما اینجا اومدین برای خودتون، برای اینکه رئیس خودتون باشید، برای اینکه حرفه‌ای کار کنید، برای اینکه به کسی جواب پس ندید. اگر با ذهنیت یه رئیس اومدی خب خوبه دیگه، کارت پیش ببر. اگر نه ذهنیتت اینه که من نمیدونم یه کاری داشته باشم، یه چند وقت داشته باشمش بعد ولش کنم، یه پولی در بیارم بدون مثلا یه ماشینی بخرم که مناسب باشه بعد ولش کنم، اینا به درد نمیخوره. تو قراره تو این بازار سالیان سال بمونی و نباید همینطور سرسری ولش کنی بره دیگه. از این راحت‌تر که نمیشه راجع بهش صحبت کرد. اینو روشن کنم، یه بک‌گراند خوشگلی بیفتیم متا تریدر. بعد عرضم به خدمت شما همینه، بسیار ساده است بازار مالی، اونقدر مثلا نیازی نیست خودتون رو اذیت کنید. فقط چیزی که مهمه اینه که شما یاد بگیریدش، انجامش بدید، تمرینش کنید و موفق بشید. هیچ چیزی بدون تمرین برادر به وجود نمیاد. کریستیانو که کریستیانو انقدر تمرین کرد، انقدر شوت زده تا شده کریستیانو. میگی چی میگم؟ هر چیزی نیاز به تمرین داره. مثلا یه جوری که اینطوری نیست که شما تمرین نکنی، استمرار نداشته باشی موفق بشی. هم مادرم یه حرف قشنگی میزنه، میگه که تو ما رو به زندگی امیدوار کردی. همه اون موقعی که من فارکس شروع میکردم همه فکر می‌کردن دیگه دیوونه‌ست این پسر حسین دیگه. چیه یه چیزی نگاه میکنه بالا پایین میره. نمیدونم هی جلوی سیستم، اون موقع لپتاپ داشتم، لپتاپ من اینجوری کتابخونه است به یادگار گذاشتمش. میشستم هی لپتاپ نگاه میکردم، هی اینو تحلیل کنم، میگه این خطا چیه؟ میگم خط میکشیدیم این چیزا. میگم این خطا چیه؟ اما پاش موندم، هزار تا حرف شنیدم، نمیدونم مسخره شدم، اما پاش موندم دیدم پسر تونست 0 رو کرد 100. میگه چی میگم؟ باید بتونی دیگه، باید بخوای، باید دیوونه باشی، باید براش بخوای. این موضوعات کلیه برای موضوع بازار فارکس. حالا چیزی که هست اینه که شما توی استراتژی جدیدی که میخوام بهتون یاد بدم دیگه نیاز به این نباشه که شما حتما توی بازار بورس امریکا بیاد وارد معامله بشید. یه سری لول ها رو توی تایم فریم بالاتر مشخص می‌کنید، منتظر اون قیمت اونجا برسه، بعد واکنشش شروع کنید و وارد مارکت میشید که بتونید تارگت های بالا بگیرید. مثلا 300 پیپ، 400 پیپ، 500 پیپ بگیرید. حالا بعضا علاقه به این نوع معامله کردن دارن و اون معاملاتی که خیلی سریع باشه و نوسانی باشه و استرس باشه رو دوست ندارن. خب اوکی، ما این رو به شما پیشنهاد میدیم که این رو پیش ببرید. نمونه هاشو من زیاد داخل کانال عمومی گذاشتم، دیدید که به چه صورت معاملات که مثلا 300 پیپ، 200 پیپ، 250 پیپ، 400 پیپ اینا رو هم گرفتم و
ارزم به خدمت شما این مواردی که میتونه به شما کمک کنه که بتونید یه استیتمنت خوب داشته باشید، یه سود خوبی هم بگیرید و دیگه مثلا در طول 2 هفته یه وقت میبینی مثلا تو تارگت معینات زدی و 8% گرفتی، خب دیگه معامله کردن نداره که قربونت برم، میری به تفویض میرسی. دقیقاً همون موضوع تریدره. خب شما سودت رو میگیری، خب پرفکت، دیگه تمومه، میری سر وقت تفویض. چون کار فارکس دقیقاً همینه دیگه، یعنی تو تایم دست خودت باشه، نیاز به جای مثلا حتما باید توی محیط مناسب، مثلا توی محیطی باشی که وجود نداره که جا و مکان دست خودت، زمان دست خودت و میتونی هر جایی باشی معامله انجام بدی. این دقیقاً هم موضوع تریدر شدنه که میتونه بهت کمک کنه و خیلی میتونه فکر کنم که بازار مالی ایران رو تغییر بده. این دوره‌ای که میذارم مطمئنا خیلی‌ها به ما جوین میشن، خیلی‌ها، و مطمئنم خیلی از استعدادا رو کشف میکنیم که من چقدر اصلا منتظر اونام. من همیشه ذهنم اول میسازم، خب از قبل میدونم که به چه صورته، منتظرشون هستم و مطمئنم پیداشون میکنم. من بارها گفتم یا من اینا رو پیدا میکنم یا هم پیدا میکنم، راه دومی نیست. من اون استعدادا رو پیدا میکنم و باهاشون پیش میرم. خب باهاشون پیش میریم، سرمایه براشون جذب میکنیم، معامله انجام بدن، هم برای اونا نفع داره هم برای ما نفع داره، دو طرف است، تضاد منافع وجود نداره. میگی چی میگم؟ و اونا میتونن که زندگی خودشون رو تغییر بدن و ما هم لذت ببریم از اینکه همچین تیمی کنار خودمونه و با هم دیگه پیشرفت میکنیم. این موردی بود که بعد خدمتتون میگفتم، یه 5 دقیقه با هم دیگه صحبت کنیم و دیگه رفع زحمت کنیم. اینم از این. امیدوارم که این صحبتایی که کردم خوب گوش کرده باشید، چون قراره که در آینده دوره که میاد بالا خیلی چیزای دیتیلای بسیار بیشتری رو به دست بیارید که بتونید ازش استفاده کنید و لذتش رو ببرید و منتظر اون دوره باشید. پیش میاد بالا و ازش میتونید استفاده کنید، از هر چیزی که از فاندامنتال گرفته تا دیتیل بازار فارکس و نمیدونم یه سری مواردی که الان نمیخوام اسمش رو ببرم توی داو جونز خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اون موارد رو با هم دیگه پیش میبریم که دوره دوست عزیز، دوره از ان شاء الله هفته بعد استارت میخوره. از دوره چیز شروع میشه، فاندامنتال شروع میشه، بعد مثلا بهت میگم که فارکس چیه و اینا برای کسی که اول کارن، بعد میریم سر وقت دیتیل‌های بالاتر. آقای عراض جانم، عرضم به خدمت که از هفته بعد شروع میشه. چشم آقای عراض، چشم، لایو رو سیو میکنیم. بله آقای بنام، دوره رایگانه، نه یفته پامون میخوره به این میگو منار جنبان درست کردیم از عباس. چطوری متوجه بشیم که شروع میشه؟ پستش میکنم داخل اینستاگرام دیگه، مثلا چیز نمیکنم، پست میکنم داخل اینستاگرام، همه میتونن ببینن. نمیتونید عضو بشید به دایرکت پیام بدید، کارتون رو انجام میدم. پراپ خوب، پراپ من اصلا کسی من معرفی نمیکنم، با پراپ اصلا مخالف. آقای علی ساری خانی عرضم بخوام، آره دیگه قرار استراتژی هم بهتون بگم دیگه، حتما همینطوره. عراض هستم، سلامت باشید. سلامت باشید، وظیفه ماست. دغدغه شما دغدغه منه دیگه، فرقی نمیکنه. حالا ما صفرمون 1 شده بازم، ولی خب بچه پایین شهر همینه دیگه. میگه چی میگم، ما چقدر پیشرفت کنیم بازم دلمون با مردممون دیگه. یه بنده خدایی میگفت که شما طرفی کی هستی؟ گفتم به خودم طرفی کسی نیستیم، ما هر طرفی که مردم برن پشت سرشون میریم دیگه. سلامت باشید همتون. ممنونم، مرسی. پرایس اکشن سبک من. آقای پیام زیاد شد. آقای علی آراز، اوکی داداش، آراز حل. فازتون چونه حال میکنین آقا، فالوور اینطوری شوخ. سلامت باشید همتون، دم همتون گرم. بژی کورد منظورته؟ اول بژی ایران بعد بژی کورد. چند درصد سود؟ خب اینم سوال خوشگلی. نکن 8% سود بگیر، 5% هم درادون باشه. مهم نیست. مثلا 8% سود بگیر، 8% هم درادونت باشه در طول ماه، موردی نداره. بژی کورد شما نگاه، همیشه اول بژی ایران بعد بژی کورد. ایران نباشه هیچ چیزی نمیخوام.
آقا دم همتون گرم، مرسی که اومدید دیگه، کم کم برید پایتخت رو نگاه کنید، یه مقدار شاد بشین و همین. خیلی مخلصیم. این پستایی که ما میذاریم، استوری که ما میذاریم، یه مقدار بیشتر حمایت کنید، چون پیج خیلی ریخته بهم. خیلی وقت استوری رو نذاشتیم، بعضی اون اتک هم میزنن بچه‌ها. ببینم ما دوره میخوایم بذاریم اتک میزنن نامردا، فالوور فیک و فلان و اینا. و همین. خیلی مخلصیم. دم همتون گرم. امیدوارم که هر جا هستین سالم و سلامت باشید. طبق روال همه وایس ها، ویدیو و لایو تک تکتون رو دوست دارم. امیدوارم که همیشه پرسود باشید و بهترین برای خودتون و خانواده‌تون اتفاق بیفته. خیلی مخلص.